سلام، وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. یه نکته خدمتتون عرض کنم بابت شستشوی کندانسور. زمانی که دستگاه رو خرید میکنید، نوع مقدار 10 لیتر آب داخل دیگتون بریزید، به مدت 3 ساعت تخمیر کنید. 1 ساعت و نیم فن خاموش باشه، 1 ساعت و نیم فن روشن. این قسمت بالای ورودی کندانسوره، این خروجی. این برای استفاده از دستگاه برای اولین باره. حالا نکته ای رو خدمتتون عرض کنم برای اینکه سولفاته نکنه. شما این کاری که انجام دادید، عرق گیریتون رو انجام دادید، یه تایمی، یه مدتی میخواید بذارید تو انباری استفاده نکنید. اولا اینا رو که در پوشا رو حتما بکشید، یادتون نره خطرناکه. حالا اونو چه کار کنید؟ شما عرق گیریتون که تموم شد، یه شلنگ آب اینجا وصل کنید، 10 ثانیه آب بگیرید، عرقیاتتون بیاد بیرون. پشتبندش باد بگیرید، داخل لوله خشک بشه. حالا اگه پمپ باد ندارید، ببرید پنچر گیرید، 2 دقیقه 3 دقیقه باد بگیرید داخلش، تمام عرقیات بیاد بیرون. این کار باعث میشه کندانسورتون که مسه و مس به اصطلاح زنگ میزنه یا سولفاته میکنه، دیگه این اتفاق براش نیفته. در پوشش هم میتونید چسب آکواریوم بزنید یا یه آدامس بکنید اینجا پایین و بالا. این قسمت ها خیلی ساده است. تا تایم بعدی، پارت بعدی که میخواید استفاده کنید، چسب آکواریوم رو بکنید.